خود مرا مار کسید مرا مار. آگاه هستین در کنار آجی سخا هستیم. امروز میخوایم که برنامه جمعه با سخا را شما هم از طریق ویدیو از طریق یوتیوب بیننده باشید. ما آماده ارائه دو برنامه در همین هفته، یکی ابراهیم جان عابد و یکی هم یک کسی به نام منای دنبوره ثبت کرده بود و اردوش به ما تماس گرفت، گفت آجی صاحب خدا نخواسته با شما بر خودت اهانت کرده باشیم. ما هم برنامه خود خواستیم که با نام خودت و با گفتن آجی سخا برنامه خود آغاز بکنیم و هدف ما این نبوده. و همین شب ابراهیم عابد امرای ما تماس گرفته بود، شماره تلفنش هست پیش من، گفت آجی صاحب ما زیاد دوست یک گپ که من هم میخواستم که یک بار آجی سخا دیشب وقت لیسه مریم رفتم، یک جوانه که فکر میکنم از پنجشیر بود صدا کرد آجی صاحب در ریشای جانم دوید گری. هموطنان عزیز سلام بر همه شما. آرزو میکنم در هر گوشه جهان هستین و بیننده برنامه ما هستین. خوش آمدین به برنامه ویژه و خاص ما. عزیزا برنامه ما را بیننده باشین، چینل ما را هم سابسکرایب کنین و قسمی که شما آگاه هستین در کنار آجی سخا هستیم. امروز میخوایم که برنامه جمعه با سخا را شما هم از طریق ویدیو از طریق یوتیوب بیننده باشین. آجی صاحب رسیده و سلام آجی صاحب، وقت شما بخیر. سلام صفت جان، صبح شما بخیر. چیل دارید؟ صحتمند هستین؟ جانتان جور است؟ بخیر هستین؟ سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت هموطنان عزیزی که ما را بیننده هستند. قراره که هموطنان اطلاع دارن روز جمعه ما یک برنامه داریم از ساعت 9 تا ساعت 10 و ما آماده ارائه برنامه خواهد. دوستان عزیز وقت برنامه ما کم است و ما آماده میشیم که برنامه را بخیر از طریق رادیو شروع بکنیم و شما هم از طریق ویدیو بیننده باشین. جمعه با سخا، جمعه با سخا، جمعه خوش با حرفهای خوش. آجی سخا محبوب دل جوانها. هر جمعه با گپای جالب و شیرین آجی سخا، بزرگترین موترفروش افغانستان. آدینه ها چشمتان را باز کنین و با کلام نغز و مزدار دلتان شاد کنین. بخندین و بشنوین و لذت ببرین. سلام هموطنان عزیز، ما آجی سخا سخای شما هستم. از این پس میخوام با شما از دریچه شنیداری رادیو استقلال 107.3 باشم. شنونده باشین و از گپ‌های شیرین وطنی ما لذت ببرین. جمعه ها در ساعت 9 صبح از 107.3. جمعه با سخا. خوش آمدید آقای صاحب و سلام‌های شما را میشنویم. سلام عرض میکنم خدمت شما هموطنان عزیز، بیننده‌های شنونده‌های بسیار عزیز. سلامای مرا هم بپذیرین. امیدوار هستم یک صبح خوش جمعه را آغاز کرده باشین در کنار فامیلایتان و میفهمم که روز جمعه است و اکثریت هموطنان حرکت کردن طرف پنجشیر و طرف سالنگ و پغمان و خرقه و اینا و ما با حفظ امو وعده آمدیم کنار مایک و شروع کردیم به ارائه برنامه روز جمعه خود برای هموطنان نهایت شیرین و عزیز خود. بله دوستان عزیز، قسمی که شما آگاه هستین آجی سخا سخای همه ما شما است و در این برنامه با ما همکار است. شما هم تماسایتان داشته باشین در برنامه. شماره وصل برنامه ما 0731 01 16 16 0794 11 11 70 شماره تماس برنامه ماست که شما میتونین تماس بگیرین و حرف و سخنهای با مزه و خوب با ما داشته باشین و در مورد پلانگذاری های روز جمعه تان بر ما یادآور شوین که در روزهای جمعه معمولا کجا می. آقای صاحب چطور آغاز کردید صبح جمعه را؟ الحمدلله نرمال. امی که صبح شد و نماز گپا را خواندیم، آماده ازی بودیم که بخیر روز جمعه است بریم طرف رادیو و برنامه بسیار خوب خود با هموطنان خود آغاز کنیم و بسیار بیقرار بودم تا ای که رسیدم رادیو و 2-3 دقیقه وقت مرا گرفتن. خب خیر ما مگه مرد بودم 4-5 دقیقه وقت دیگه شان از برنامه ساعت بعد ساعت 10 شان میگیره. تماس داریم. سلام علیکم. سلام علیکم خیلیتون بخیر.
سلام خاص بر شنونده‌های عزیز ما که همین لحظه خبر ما را از استقلال سلام عزیزی برادر، خوش آمدی. خوش باشید برادر، خوب هستین؟ بخیر. قربانت، زنده باشی، سلامت باشی. ما که همین لحظه خبر ما را میشنوند. شما زنده باشین. بیاین که با شما معرفی شویم. کی از کجا تماس گرفتین عزیز برادر؟ فیصل هستم از خیرخانه به تماس گرفتیم. فیصل جان نازنین، بسیار خوش آمدی عزیز. در خیرخانه هستی یا برآمدی به خیر طرف یگان جای برای میله و برای روز جمعه تفسیر گپا؟ فعلا نه، خانه هستیم دیگه. خب شاید در خانه کدام پلان داشته باشی برای آشپزی و یا یگان آواسانه پخته کردن همراه فامیل؟ نه پلان هم نگرفتیم، سامیت پلان رفتن نگرفتیم که بریم یگان طرف فعلا دیگه نخ بانه بگیریم که میشم تو نمیشن. امیدوار هستم که جمعه خوش روبروی داشته باشی فیصل نازنین. زنده باشین، بخیر باشید، زنده باشید. قربانت. دیگه کدام پرسش کدام سوال دیگر نداری از آجی صاحب در کنار ما هست؟ واقعیت دوستم برنامه خوبی هست که من به صبرانه منتظر دارم که هفته میگوشم که برنامه آجی صاحب چه وقت شروع میشه و چه وقت جمعه میآید. چه وقت جمعه میشه که آجی صاحب از طریق رادیو نمایی کنند. فیصل جان نازنین، افتخار بخشیدین، با ما انرژی مثبت میتین. ای که ما در یوتیوب، در رسانه، در خصوصا رادیو استقلال وقتی میایم، هدف ما امو انتقال محبت ما با شما است، امو ابراز محبت ما، ابراز صمیمیت ما با شما است. شما را زیاد دوست دارم و واقعا از شما سپاسگزار هستم. در شهر و بازار و همه جای یک ارادت نیک دارین، یک محبت دارین که محبت سبب از این میشه که من انرژی بگیرم و بار بار در خدمت شما قرار بگیرم. تشکر فیصل نازنین. تماس بعدی رو وصل میکنم. سلام شما بخیر. السلام علیکم. علیک السلام و رحمت الله. خوش آمدی عزیزی برادر. السلام و رحمت الله و برکاته. خوب هستین؟ بخیر سرنان سلام. قربانت، سلامت باشی عزیزی برادر. خود معرفی بکن، از کجا تماس گرفتی و کجا هستی، کجا میری، آماده کجا رفتن هستی؟ بخیر روز جمعه است. زنده سلامت باشی حاجی صاحب محترم. سلام به خودت و سلام به صفحه جان خان. امید که بخیر و سلمان و سلام باشی. دیگه شما بخیر و خوبی آغاز کردن و انتظار شما بخیر و خوبی. لطف میکنین زنده باشین. دیگه خود معرفی کنیم یا نه؟ اول خود یک معرفی کنین که کی هستین؟ دیگه ما همکار دائمی را در استقلال محمد هارون اسلمی به شما کلام. هارون جان اسلمی از جمله همکارای همیشگی رادیو استقلال هستن که شما را خوش آمدید میگیم به برنامه. آرزو میکنم که روز روزگار به خوشی و خوبی بر شما سپری شود. بر ما بگین که در ایام جمعه شما چی پلان‌هایی را میخواین داشته باشین؟ در ایام جمعه دیگه اول پلانم که از دیگه صبح که خواب بیدار شدم وضو کنم، نماز بخونم، بعد از باز ورزش کردن و کرکت برم. بعد از کرکت کردن با چای صبح نوشیجان میگم، بعد چای صبح نوشیجان کنم، با ساعت 12 دکان که فضا جانم میباشم. بعد دکان فضا جانم از دکان آمدیم، بعد دیگه نماز دیگه چاشت میگم، بعد نماز چاشت بخونیم، بعد میریم دیگه کرکت کردن میریم. آرون جان نگفتین امروز کجا بخیر روان هستین؟ کجا اراده دارین برین یا خانه میباشین؟ نه دیگه ما که امروز میجی داریم دیگه کرکت میخوریم کپی دوتا. بسیار خوب بسیار خوب. زنده سلامت باشی حاجی صاحب محترم. بیشتر یک برنامه معقول پیش میبره. آرزو داشتیم که روز جمعه یک برنامه داشته باشه استقلال که ما از تماس بگیریم و صحبتهای خود با همکارایش و کتی شنونده رادیو استقلال در جریان داریم. ولی خوش شدیم که برنامه روز جمعه آغاز شده. قربانت، لطف کردی عزیزی برادر. ما همین برنامه را در روز جمعه وقتی که ما گرفتیم، هدف ما است که با شما هم کلام شیم. هدف ما است که روزهای افتر خو همه هموطنا وظیفه دارن، مسئولیت دارن و روز جمعه کنار رادیوهای خود هستن و ما یک برنامه با اونا داشته باشیم، از اونا یک احوال بگیریم، بفهمیم کجا هستن، چی میکنن و بسیار خوشحال هستم که امروز از شما یک تماس بسیار خوب گرفتیم.
زنده و سلامت باشین. من خوشحال با شما هم صحبت شدم دیگه. بیشتر از این صحبت نمیکنم، با وقت دوستای دیگر رو میگیریم با خوب نمیکنم با دوست. درسته. هر پیشنهادی که شما دارین به خاطر بهتر شدن برنامه ما، شما لطف میکنین. ما برنامه ما به خاطر شماست. اگر شما از این برنامه ما استفاده نکنین، شما ایده نشنوید، ما پس برای کی برنامه داریم؟ شما انتقادات شما، پیشنهادات شما سبب از این میشه که برنامه ما بسیار زیبا اجرا شود و ما به سر دو دیده انتقادات و پیشنهادات شما را در نظر میگیریم و در راستای بهتر شدن برنامه جدا اقدام میکنیم. عزیز از الله سلامت باشید. اینجا خب بالای رادیو استقلال انتقاد نخواد کردن، چرا که رادیوی خودم از این رادیوی رو زیاد دوست دارم. با کوستر صفت جانه که تقریبا 5-6 سال میشه که صفت جانه میشناسم، یعنی از طریق رادیو صدایش شنیدم، علاقمند صدایش هستم. بسیار همه همکارای رادیو استقلال دوست داریم و خوشبختانه که باز برنامه مقبول بازم با ما پیش بردن. قربان محبتتان، تشکر، لطف میکنین عزیز برادر. بر شما روز خوش میخواهیم. خیلی خوشحال شدیم که صدای قشنگ شما را در این یادین روز شنیدیم. زنده سلامت باشین، همیشه خوشبخت و سربلند و سرفراز باشین و شما روز خوش آمدین عزیز بیرم. یوم استقبال گرمی از شنونده های رادیو استقلال از برنامه جمعه با سخا و تماس را بخیر جواب میتیم. دوستانی که روی خط تلفن هستند منتظر باشند. بعضی از دوستان ما از طریق فیسبوک همچنان بعضی حرفا رو گفتن و کامنت های گذاشتن که در برنامه باید به خوانش گرفته شوند که محبت کردن. رحمان پناهی گفتن که سلام به حاجی صاحب سخا و همه دوستا. بسیار برای شروع یک بزنس اولین آپشن چی است و سرمایه اول بولتا گفتن که با چه قدر سرمایه میتونیم که یک سرمایه گذاری یک بزنسمن شویم. حتما در جریان برنامه حاجی صاحب خود گفت. فکر میکنم رحمان عزیز بسیار پشت سرمایه گذاری رو گرفته، خدا خیر در پیش بیاره. و گفتن یک سوال دیگه هم حاجی صاحب اگر پشتو بلد هستی یک آنونس به پشتو بده. ببینیم که حاجی صاحب تا به حال فکر میکنم حاجی صاحب کمتر پشتو صحبت کرده. ما همیشه بعض وقتا پشتو صحبت میکنم، بسیار دوست دارم، اما در قسمت انانس دادن پشتو گران وطنوالو دیر خرغل است دیمونگا در رادیو خبروناته. بله گرانو وطنوالو د جمعه با سخا خبرونه هم د اوس روانه ده او تاسو کولی شئ مونږ سره په خبرونه کې اړیکه ونیسئ. زموږ د اړیکې شمیرې د 0 و راجع به پرسش یک از هموطنان ما که از طریق فیسبوک گفته بودن که برای شروع یک بزنس اولین آپشن حاجی صاحب چی است؟ اراده خوب. بله. اراده خوب. وقتی اراده داشته باشین در هر بخشی که شما کار میکنین عاشق کارتان باشین، عاشقانه کارتان پیش ببرین. سرمایه مهم نیست. اگر ما شروع بکنیم شروع مهم است. بله. فقط همین که حرکت بکنیم. یگانه گپی که بسیار بد است و بسیار انسان ناکام میسازه ای که نمیشه. بله. ای که نمیتونم، ای که سرمایه‌اش ندارم، ای سرمایه کاردارانه. فقط در هر بزنس، در هر کار شروع مهم است. بله. وقتی که تو شروع میکنی در همون کار پروردگار عالم به تو کمک میکنه. شما باور بکنین امیال زیاد شرکت هاست که میخواد مال اموالشان به فروش برسه و منتظر یک بازاریاب هستند. بله. شما شروع بکنین انشالله خدا مهربان است و در کارتان عاشق باشین. اگر در برنامه گذاشته هم گفتم اگر شما یک تاکسی دارین، تاکسیتان پاک سوتره. اگر یک دکان ترکاری فروشی داشته باشین، اما تو اگر یک دکان قرطاسی فروشی داشته باشین، هر کاری که میکنین عاشق کارتان باشین و کارتان عاشقانه پیش ببرین. همین یک شروع خوب است برای پیشرفت بعدی. و ایران گفتن که سرمایه اولین خودتان چند بود. نظر به برنامه‌ای که ما شنیدیم و دیدیم حاجی صاحب گفتن که ما 13000 افغانی شروع کردیم. 13000 افغانی شروع کردیم و اولین موتر رقم وطنا ما شما خبر دارین که من مسلک ما خرید و فروش موتر است. یک موتر بسیار کهنه بود صفت جان که ما 3 روز تنها کثافات از زیر پاک کردم. 3 روز کثافاتش پاک کردم و وقتی که اون موتر شاید استعمال دوستایی که در اون موتر با ما دیدن که اون موتر بهترین موتر افغانستان شد و اما که میگن که این موتر بسیار خوب موتر است. یک ماشین کار داره، 2 تایسه کار داره، یک 4 تا تایر کار داره، 3 تایش پشت کو، یک دانه بطری بخر، یک رنگش هم کو. شما باور بکنین من همون تو یک موتر خریدم
ماشینش جور کردم، اسایش جور کردم، گیربکسش جور کردم، سیتایش جور کردم، رنگش کردم و بالاخره شد با تاپترین و نابترین موترهای کابل که من در همون موتر شروع کردم تجارت خودم و امروز الحمدلله از برکت امو موتر است که از موتر که فولکس واگن. یه بازایسته به چند فروختین؟ به چقدر خریدین و چند فروختین؟ 13,000 افغانی او را خریدم و تقریبا فکر میکنم 130,000 باز فروختم. 130,000 یعنی سرش مصرف کردن؟ بسیار مقبول، بسیار مقبول. یک رنگ لیمویی داشت و چراغایش زرد و با همون جوانی و تاولای که وقتی که میگشتم هر کس سیل میکرد که چی یک فلوکسه. بسیار مقبول. همچنان صدف نازدانه گفتن که سلام خدمت شما و حاجی صاحب سخا، خدا کنه که خوب باشین و روز جمعه را به خوشی آغاز کرده باشین. همچنان گفتن که معمولا حاجی صاحب روزهای جمعه در کجاها به چکر میروین؟ صدفیان نازنین سلام خدمت خود تقدیم میکنم. من روزهای جمعه را اکثریت روزا را میرفتم سالنگ، قرغه، پغمان و حال روزهای جمعه را در کنار شما و در رادیوی استقلال هستم و کوشش میکنم یک برنامه خوب برای همه هموطنا ارائه بکنم و شما نگفتین که روز جمعه کجا هستین و شما چی میکنین، کجا رفتین و روزهای جمعه صدف جان خودت چی پخته میکنی اواسانا در خانه؟ بله اینو بر ما در کامنت دوباره بگو. بازم رحمان پناهی سوال خود جواب گرفته، اما تماس وصل میکنیم. اگر تماس هم برقرار شود که دوستا هم منتظر نمانند که تماس قطع میشه. بازم منتظر تماس‌های بعدی هستیم. 0731 01 16 16 و 0794 11 11 70 و گفتم راستی واقعیتا اولین باری که کار را آغاز کردی چند ساله بود ناجیسه؟ من 14 ساله بودم. 14 سالگی البته اوج نوجوانی است که حاجی صاحب کار را آغاز کرده و تا به حال کارش به بسیار خوبی و ترقی روان است. سلام، وقت بخیر. سلام. بله لالا صبح خوب هستید؟ سلام عزیز برادر، صبح شما بخیر و روز شما بخیر. یک سوال من تماس خواهد شد. جان بگوین. همین ها را بگو جان، همین موتر که در یوتیوب من دیدم برای من جالب بود. خب از 20,000 دلار که 18,000 دلار رسان میشه، همین را بگو این قطعه چه قسم بود؟ همین موتر لندکروزر را میگن؟ بله ها، از طریق برنامه ما شنونده هستم. قربان سرچم. اون موتر ما رفته بودم مزار شریف. در مزار شریف یکی از دوستایم به نام اویسیان یک لیلام موتر داشت و لطف کرد از 24,000 دلار موتر اون موتر را به 18,000 دلار رساند و ما اون موتر خریداری کردم و فعلا در نمایشگاه پیشم است. دیگه موضوعش از این قرار است. آرزو میکنم که جوابت گرفته باشی. و یک موضوع و بعض ما آزرده نمیشم، به خاطر از آزرده نمیشم که هر کس مسلک خدا داره. یک مولا یا مولوی یا قاری همیشه دعا میکنه. بله. یک عالم همیشه علمیت خود به خرج میده، کارهای علمی میکنه. یک نداف همیشه ندافی میکنه. بله. یک آدم راست همیشه راست میگه و یک آدم اسود، یک آدم که بسیار اسادت میکنه، بخیل است، او مجبور است احساس اسادت و بخیلی خود در یک بخش انجام بده و یک کار زشت انجام بده. ما زرده نمیشم. و یک آدم با هدف همیشه ادب خود خرج میکنه و یک آدم بی هدف او خود مسلکش هست که او بیادبی خود میکنه. وقتی حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم محمد امین با او زیباییش، با او اخلاق تاب و نابش که خدا دنیا را به حرمت از اونا خلقت کرده، وقتی سر از بام خانه سرشان خاکستر مندازن و یا زیر پایشان خار کشت میکنن و یا چکوری میکنن سرش خاک باشه که حضرت پیامبر بفته در او چکوری، وقتی با او شخصیت عالی قسم گپا را انجام میتن، با ما که انجام میتن بله دیگه بعض کارهای زشت انجام میده که من آمادگی شنیدنش دارم و هیچ وقت خسته نمیشم. 2 برنامه در همین هفته، یکی ابراهیم جان عابد و یکی هم
یک کسی است به نام منای دنبوره بله. ثبت کرده بود و اردوش به ما تماس گرفت، گفت آجی صاحب خدا نخواسته باشه ما بر خودت اهانت کرده باشیم، ما این برنامه خود خواستیم که با نام خودت و با گفتن آجی سخا برنامه خود آغاز بکنیم و هدف ما این نبوده. و همین شب ابراهیم عابد امرای ما تماس گرفته بود، شماره تلفنش هست پیش من، گفت آجی صاحب من زیاد دوست دارم، فقط یک گپ که من هم میخواستم که یک بار آجی سخا بگویم. دیگه هموطنای ما دوست دارن، منتها فرق میکنن که کی چه قسم کی چه قسم یک شخصیت داره، کی چه قسم یک شخصیت داره و همون محبت خود چه قسم بخواه ابراز بکنه. شاید یک کسی را که یک مولوی صاحب دوست داشته باشه بسیار به ادب بگویه که عزیز برادر ما به رضای خدا خودت دوست دارم، و یا کس دیگه کس دیگه اگر یک بچه که کوچه و بازار باشه صدا میکنه که دوست دارم چیغ میزنه، و یا اگر یک هر کسی به نوع خودش، یعنی هر کسی به طریق خود به گفتن خود و به بعضی کسا هستن کمدین هستن که به سیستم کمدین خود به سیستم کمدین خود و مجبور هستن که او هم مسلک خود پیش ببره. و من بسیار خوشحال هستم. دیشب وقت لیسه مریم رفتم، یک جوانه که فکر میکنم از پنشیر بود صدا کرد آجی صاحب در ریشای جانم دوید گرفت. محبت زیاد میکنن و من مجبور شدم از بونتر پایان شم با تعداد زیاد از هموطنایم سلام علیکی بکنم، بغل کشی بکنم. و شما باور بکنین در همون شب کامرا را گرفته بودن، عکس میگرفتن که من خدا را شکرگزار هستم که هموطنای مرا دوست دارن و ما هم فدای محبت هایشان شم، زیاد دوست شم. و آیسه به فرق یوتیوب و کسایی که یوتیوبر است و رادیو را چقدر ببینین شما، چقدر شما در رادیو خود احساس راحتی بتین و چقدر در یوتیوب؟ صفت جان نازنین، مسئله یوتیوب یک مسئله مصرفی است. وقتی کسی از یوتیوب استفاده میکنه، از فیسبوک استفاده میکنه، او باید یک مبلغ را بپردازه و او برنامه را ببینه. و اکثریت هموطنان ما فعلا وضعیت اقتصادی مردم خراب است، نمیتونن از یوتیوب و فیسبوک یک گپ استفاده بکنن. و رادیو یک گپ است که از قدیم و قدیم کسی در بغلک آشپزخانه، کسی در بغلک سالون، کسی در بغلک صفحه، کسی در بغلک درخت رادیوی شوزان است و کسی گوشکی در گوشش وصل است. بعضی آدم موتر میشنون. این گپ بسیار خوب است و کوشش بکنیم برنامه‌ای بسیار خوب ارائه بکنیم که هموطنای ما از شنیدن از او لذت ببرن. و حالا که رادیوهای ما در سابق مسئله موسیقی و بعضی گپای دیگه بود، حالا که اونا نیست، ما زیاد کوشش بکنیم که برنامه خود بسیار جالب و جامع تقدیم بکنیم که سبب قبول هموطنای ما شود. البته آیسب مهمان ما نیست، آیسب که از خودش همکار ما است، اینجا مجری برنامه جمعه با سخا است، برنامه تنظیم شده به نام خود آجی صاحب که تماس وصل میکنیم. سلام، وقت بخیر. بله میشنوین؟ سلام علیکم. سلام، وقت بخیر. انور جان، خوش آمدین انور جان نازنین. تشکر، ممنون شما. خوب هستین؟ همکار دوستان همگی خوب است؟ لطف میکنین، زنده باشین، سلامت باشین. از کجا تماس گرفتین؟ کجا هستین عزیز؟ امروز کجا رفتین بخیر که ما بفرمایید عزیز بیادر. تشکر، ممنون شما. خود منزل سولی دیسابز تماس گرفت. بسیار عالی. دیسابز هم یکی جای بسیار مقبول و زیبا و سبز است که هموطنای ما اونجا میرین و شما خوشبختانه در همونجا هستین. امروز چاشت میمان دارین یا میمان رفتین؟ کجا هستین عزیز؟ بله، این یک هفته نیست اینجا ما فصلی لغمون هستیم، اینجا میمان هم این خانه بیبی جان من، خانه بیبی جان خود میمان آمدن. بسیار خوب است. امروز ما دو تا از میمانای عزیز ما که در برنامه با ما تماس گرفته بودن، اردویشان دیدن بیبی جان خود آمده بودن و یک روش بسیار نیک است که ما در روز جمعه از بزرگا دیدن بکنیم، دیدنشان بریم، جویای احوالشان شویم، خصوصا بیبی جان که حتما از اونا سن گذشته و بسیار گپالی کردن، لطف کردن، بسیار بزرگواری کردن.
تشکر ممنون شما دیگه ای که سنتر میگیرن همینجا ما این تفیل هم همینجا هستیم فردا یا وقتن فردا بستن وطن خود بودیم بخیر برین انشالله، بخیر برین انشالله. چی مسئولیت دارین عزیز بیادر؟ مسئولیت خاصی ندارم چون تقریبا سال میشه مکتب فارغ شدیم به کدام مسئولیت خاصی ندارم و اصلا مشکلات ها بوده چون نتونستم برای کانتون یعنی کانکور امتحان میکنم دیگه از این خاطر گمسال که بخیر باز یک کوشش هم خواهد دارم دیگه باز کتاب هایت مطالعه میکنم و خصوصا شعر شاعری زیادتر علاقه دارم. واه واه، میشه که یکی از شعرهای بسیار خردتانه که دو سه مصرع باشه بگویم که ما نوع کلام شما را آشنا شویم عزیز. تشکر ممنون شما دیگه چون اینجا ما میمان هستیم چون که کتاب شعر ما هم همراه میشه بازم بر شما چند زربیتی میگم که خود شما و همه دوستان قربانت لطف میکنی. زربیتی است میگه با بازار میروی جانم فدایت باه باه با بازار میروی جانم فدایت بشینم سر جاده چشم برایت به به بشینم سر راه تا تی بیایی بشینم سر راه تا تی بیایی مقربان امون را گشتن آید راه رفتن آید. واقعا کسر که آدم زیاد دوست داشته باشه راه رفتنهایشان بر آدم بسیار جالب و دیدنی است. قربانت، زنده باشی، خوش رو سلامت باشی عزیز. تشکر ممنون شما. یک تربیتی دیگه هم میگم بر همه دوستایی که سفال هم میشنم بر همه چون تقدیم باشه. یه هم تربیتی هستم میگه عزیزم رفته توی مزار جان به 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 عزیزم رفته توی مزار جان نمیدانم خدایا کی میآید به چشمانم در انتظار زنگش هست به چشمانم در انتظار زنگش هست نمیفرسته برایم یک پیامک. به 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 عزیزی بیادر یک گپ بگو واقعا رفته مزار یا اما تو شما یک چیز گفتین؟ بله بله نه نگفتین واقعا رفته مزار؟ چی بله؟ واقعا رفته مزار یا اما تو خیالی گفتین؟ نه مزار که واقعا رفته تقریبا یک سال میشه. زنده سلامت باشین. امیدوار هستیم که بخیر برگرده و انشالله که یک زندگی خوب با شما آغاز بکنه. تشکر ممنون شما چون ما فعل حال زندگی در ولایت لغمان میکنیم اما اینجا مهمان بودیم برنامه تون هستیم برنامه هیدی قربانت، زنده باشی، خوش آمدی عزیز. اگر عمل خدمت به ما نباشه خداحافظ عزیز. تشکر ممنون شما. یک سلام به هارون جان اسلامی و کسایی که هنگام بر همه دوستان سلام معرض است. بار دیگر که مال تحمل خدا میسپارم. قربانتان، تشکر از شما. سلامت باشین، وقت خوش و جمعه خوب و خوش داشته باشین عزیز. ما هم در دقایق اخیر برنامه قرار است که برسیم ولی آیس بسیار زود برنامه ما تمام میشه. من نمیفهم که یک ساعت برنامه بسیار وقت زیاد است، خصوصا در یوتیوب که شما هم برنامه دادین و ما هم برنامه دادیم. آیس قربان محبتت. در رادیو من یک ساعت امیل از راهنما سبم در تکنیک است که یک ساعت برنامه را بسیار مشکل سپری میکنیم کسایی که در رادیو باشن. اما ما که در کنار شما میبینم فکر میکنم 20 دقیقه یا 15 دقیقه برنامه هستم. قربان سرت، لطف میکنی، زنده باشی، محبتت است. نمیفهم که هموطنا یک ساعت برنامه را خوش کردن، مورد قبولشان قرار گرفته یا نه. فقط شما لطف کنین در کامنت ها بگوین آیا برنامه ما خوب است یا نوش تغییر بتیم. ما کوشش کردیم برنامه را از آلت عادیش بکشیم در یک آلت خودمانی قرار بدیم. یک برنامه صمیمانه که ما و شما فکر بکنیم که نزدیک یک دیگه هستیم و یک برنامه بسیار صمیمانه و دوستانه را ثبت میکنیم و خدا کنه خوش گذشته باشه. بله، وقت برنامه ما تمام است. آیسه آخرین جنبندی ها را بخیر انجام میتیم که برنامه بعدی از همکاری ما آغاز میشه و در اخیر حرف و سخن‌ها اگر باقی مانده آیسه بگوین به دوستا و شنونده عزیزی که میلحظه شنونده ما هستند. هموطنان عزیز، همیشه کوشش بکنین شاد باشین، همیشه کوشش بکنین فضای خانواده ها را گرم نگاه بکنین، همیشه کوشش بکنین یکی دیگه تان از زیاد دوست داشته باشین. عمر کوتاست،
وقت صبح بخیزی یک عزیزت نباشه دیگه نمیتونی هیچ وقت با او صحبت بکنی. او لحظه بسیار دردناکترین لحظه است. و همونطور سالها سال گذشته که ما عزیزای خود از دست دادیم، کوشش بکنیم همیشه عزیزای خود را که در کنار ماست اونا را دوست داشته باشیم، به اونا محبت داشته باشیم و این محبت سبب از این میشه که دلها گرم باشه، فضای خانواده گرم باشه. کوشش بکنیم بزرگا را تحمل بکنیم، کوشش کنیم با کوچکا گذشت بکنیم، کوشش کنیم با جوانا گذشت بکنیم و زیاد از دید محبت طرفی که دیگه ببینیم، از دید دوست داشتن ببینیم، نه از دید نفرت، نه ای که او چند روز پیش چی کرد در دل بگیریم و او که کدام عمل منفی را انجام داد او را در دل بگیریم. نه، همیشه بزرگا بزرگی بکنن، عفو بکنن، بخشش بکنن و کوچکام احساس ازیر داشته باشه که بزرگای خود احترام بکنن. یک فضای خوش و گرم خانواده که ما در یک خانواده اگر نان نداشته باشیم، اگر خوراک نداشته باشیم، اگر مسائل اقتصادی ما بسیار ضعیف باشه اما دلای ما گرم باشه، محبت داشته باشیم، یکی دیگه خود دوست داشته باشیم، این است یک خانواده موفق، این است یک زندگی موفق، این است یک عمر موفقی که میگذره. اگر پورا با جنگ، با دعوا، با کینه، با کدورت سپری بکنیم زندگی میشه تلخ. بدون شک. وقت داریم همکار عزیز؟ نداریم؟ خب میشه 2 دقیقه وقت ما را گرفته بودیم، 2 دقیقه وقت تا نگیریم. یک خانم آمد با 2 تا طفلای یتیمش روز دوشنبه دفتر، برای کم مشکلی که داشت ما با او 10 دقیقه گپ زدم. بله. وقتی 10 دقیقه گپ زدم گفتم که به خاطر چی تشویش داری؟ گفت حاجی به خاطر یتیمای. بله. ما گفتم که شوهر چی کار میکرد؟ گفت که این مسئولیت توی شغل و این وظیفهش بود. گفتم خدا بزرگ است یا شوهرت بزرگ بود؟ یعنی خدا بزرگ است. گفتم وقتی که امی مسئله اعاشه و اباطهش خدا به دوش خود میگیره، پس خدا بزرگتر است نسبت به شوهرت. تو یقین داشته باش که شوهرت وقت رفته اما آله خدا مسئولیت اولادای تو را به دوش گرفته و خودت آینده اولادت، آینده خودت به خدا بسپار. بله بدون شک. چند دقیقه رایش 10 دقیقه گپ زدم و برش گفتم بیبی حضرت پیامبر که پادشاه 1400 ساله عالم اسلام است، عالم اسلام است، او یک یتیم بود. نه. وقتی خدا خواست او یتیم اینقدر عزت داشت که پادشاهی 1400 ساله داده برش. بله. گپ زدمش برآمد 2 روز بعد که آمد گفت حاجی صاحب واقعا عرفای خودت اینقدر تاثیر کرده سر من که من آل خنده میکنم. بله. خنده میکنم و من برش گفتم خوار عزیزم، خوار گلم، هر وقتی که تو وسوسه میشد در ذهنت بفهم که وسوسه شیطانی است و تو را ضعیف میسازه و میخواد که حوصله تو را به خاطر سرپرستی، به خاطر بزرگ کردن همین طفل ازت بگیره. تو لا حول ولا بگو و کوشش که همیشه شاد باشی تا بتونی از این طفلایت مواظبت بکنی. همیشه انشالله هموطنای ما شاد باشن، سربلند باشن و با عزت باشن. خدا نگهدار. زنده باد افغانستان و زنده باد همه هموطنان عزیز ما. زنده باد افغانستان، زنده باد مردم افغانستان. خدا نگهدار.